السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علی هستم از تاجیکستان. آقا علی بفرمایید برادر عزیز. رحمتی کلام شما دارم بگم، رحمتی خدا با شما که مردم تاجیکستان را فرمودید که مردم دولت ایران، شیعه ایران خیلی بودن. راستی در ما توی روزا نمیفهمدیم که دولت شیعه ایران ما همه رفتن فکر میکردیم که دولت اسلامی بوده. حتی بعد نفت مانی آمد که عربستان سعودی هم که دولت بخوات است، اینه که مسلمان ها را دستگیری نمیکند. ما تا این وقت میگفتیم که دولت اسلامی ایران است. برای همین رحمت شما در که ما این فهمیدیم که ایران یکی از دشمنان مسلمان ها این شیعه ایران هستند. سلامت باشید. الله مطالب ستون کنه علی جان. مردم تاجیکستان از ما را بسیار احترام میکند. فهمیدن که شیعه که بودیان و سنی مذهبا که بودیان. روز که تا سال 1990 ما را دیگر نمیدونستیم تا حاجی را که وهابی اکسیدو پیدا شده. سال 92 وهابی از وقتی که جنگ گرزدنی تاجیکستان سر شد وهابی برآمد. نه فهمیدیم که وهابی را چی میگن. دیگر خیلی درست. سلامت باشید. سلامت باشید علی جان برادر گرامی. الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. برادر عزیزمون از تاجیکستان آقا علی در مورد اینکه ملت تاجیکستان توسط برنامه‌های شبکه وصال حق با حقیقت حکومت آخوندی ایران و مذهب باطل رافضه‌گری یا شیعه‌گری که فعلا در همه دنیا در هر کشور اسلامی و غیر اسلامی ببینید فتنه و فساد به اسم دین میآفرینن آشنا شدن، این لطف الله سبحانه و تعالی بوده و ما داریم آنچه که الله سبحانه و تعالی به دوش ما گذاشته از امر به معروف و نهی از منکر انجام میدیم. خوب شد عزیزمون این مطلب رو بیان کردن. تا تصاویری رو من یکی از دوستان برام فرستاده که از تاجیکستان خدمت شما عزیز نشون بدم و دیگر بینندگان گرامیمون در تاجیکستان که مدتی است به شدت فریب خورده های تاجیک، کسانی که به اسم دین و به اسم مذهب حنفی دارن مردم رو فریب میدن در تاجیکستان. تعدادی از کسانی که نوکران رژیم آخوندی ایران هستند و از طرف اونها حقوق میگیرن برای گمراه کردن ملت شریف تاجیکستان، خاصتا جوانهایی که به دور از خانه و خانواده هاشون در روسیه زندگی میکنن که در رأس این کسانی که مشغول تبلیغ و نشر خرافات شیعه‌گری هستند این شخص هست که تصویرش رو در اینجا احمد جان اگر بتونی نشون بدی، که همیشه در جمع آخوندهای رافیزی حضور داره و کلاس‌های درسی رو به عنوان‌های مختلف در روسیه برای جوان‌های تاجیک دایر میکنه و سعی میکنه که جوان‌ها رو گمراه بکنه. از این شخص برحذر باشید. اینم تصویر دیگری از به اصطلاح کلاس‌هایی که به عنوان درس قرآن و تجوید و این مسائل دایر میکنن، اما در اونجا شبهات و شکوک ایجاد میکنن در ذهن جوانها. یکی دیگر از کلاس‌های درسی است که این شخص درست کرده برای جوانهای تاجیک و کسانی که از دین بیخبر هستند و به خاطر محبتی که به دین و به اسلام دارن اینها رو فریب میده به نام دین. این تصویر همین شخص است که با آخوندهای شیعه و با جنایتکارای سپاه پاسداران در ایران و این کلاس دیگری که درست کرده برای گمراه کردن جوانان تاجیک و همچنین در اینجا
این شخص همه فسادی که فعلا صورت میگیره در بین جوانهای تاجیک و یک برنامه منظمی برای گمراه کردن جوانهای تاجیک در روسیه آغاز کرده این شخص است. و تشکر میکنم احمد جان. اینجا این عکسش که دیدید در کنار آخوندهای رافضی ایرانی بود که در اونجا مشغول گمراه کردن جوانهای تاجیک است. بعضی از کتاب‌هایی رو که این شخص و دیگر کسانی که فریب حکومت جنایتکار آخوندی ایران رو خوردن، بعضی کتاب‌هایی رو هم نشر می‌کنن در بین جوانهای تاجیک، از جمله این کتاب که به نام قصه کربلا هست. احمد جان اگر بتونی نشون بدی. کتابی به نام قصه کربلا که از طرف جامعه مصطفی العالمیه. این دانشگاه مصطفی العالمیه یکی از مراکز شیعه پروری و رافضه سازی در قم هست که در اینجا جوانها رو از کشورهای مختلف میبرند در اونجا و خواستن تاجیک‌ها رو به نام که اونجا برید براتون طبق مذهب حنفی به اصطلاح درس داده میشه و اینجا میبرن و در این دانشگاه و یا در قم، در حوزه قم اونها رو، یا در گرگان میبرن به نام حنفیت اونها رو گمراه میکنن و شبهات و شرکیات شیعه‌گری رو به اونها یاد میدن. تشکر احمد جان. کتاب دیگری هم هست به نام آشنایی با رهبران سلفیت و وهابیت. این کتاب که همونطوری که بارها ما ثابت کردیم که آیت الله قزوینی و دیگر آخوندها به نام سلفیت و وهابیت به محمد ابن عبدالوهاب و به ابن تیمیه تهمت میزنن و دروغ میگن، این کتاب هم مملو از دروغ‌هایی است که نسبت به این بزرگواران داده شده و سراسر تلبیس و خیانت و دروغ است که دوستان عزیز از این کتاب‌ها برحذر باشن. تشکر احمد جان. و کتاب‌های دیگری که به نام حکمتنامه کودک هست. این کتاب تشکر میکنم. و حکمتنامه جوانان که اینا حکمتنامه نیست، اینا شرکنامه است، کفرنامه است و سراسر بدعت و خرافات است که در این کتاب ها نثار مردم میکنن. تشکر میکنم احمد جان. و این شخصی که من تصویرش رو خدمت شما عزیزان نشون دادم به نام خیرالدین که در کنار آخوندهای شیعه در اینجا از اینها درس میگیره و پول میگیره تا جوانهای تاجیک رو گمراه بکنه. از این شخص برحذر باشید، خاصتا جوانهایی که در روسیه زندگی میکنن. از مجالستون این شخص رو طرد بکنید. این یک مشرک زندیق و از جمله کسانی است که دعوت به سوی آتش و دعوت به سوی جهنم میده و همین شرکیات و کفریات آخوندهای ایرانی رو پخش میکنه. این نوکر است در مقابل این کاری که انجام میده، پول میگیره از ایران، اما شماها رو، دین و دنیای شما رو نابود میکنه. نمونه ای از فعالیت هایی که انجام داده این شخص رو ببینید که در یکی از مساجد اهل سنت گروهی از طرفداران خودش رو میاره در روز عاشورا و در اونجا شروع میکنن به سر و کله خودشون زدن و یعنی مسجد اهل سنت رو با این حرکات زشتشون کثیف میکنن. این تصویر رو ببینید.
توجه داشته باشید که سالها ملت تاجیکستان در کنار با امنیت و آرامی و بدون مشکلات زندگی کردن. این شروع فتنه انگیزی است. وارد شدن گروهی از شیعیان به یکی از مساجد اهل سنت و دارن در گوشه مسجد سینه زنی میکنن، عزاداری میکنن. طبیعتا وقتی که اینا میان وارد مساجد اهل سنت میشن و این حرکات رو انجام میدن، از طرف اهل سنت برخورد صورت میگیره. در پاکستان همین کارو کردن، اومدن در مساجد اهل سنت، در مناطق اهل سنت در محرم، در روز عاشورا شروع کردن به سر و کله هم دیگه زدن و لعن و نفرین فرستادن به اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم. آهسته درگیری ایجاد شد، اینا رو مثلا از مسجد بیرون کردن، در کوچه و خیابان ها بین اینها و بین اهل سنت درگیری ایجاد شد و آهسته این کینه و عقده در بین مردم منتشر شد تا که می‌بینیم که امروز تعدادی به اسم اهل سنت میرن حسینیای شیعه رو منفجر میکنن و شیعیان میان مساجد اهل سنت رو منفجر میکنن و هر سال میبینیم در محرم صدها نفر کشته و زخمی میشن. آهسته وضعیت مثل عراق، مثل سوریه میشه و این شروع فتنه افکنی در تاجیکستان است که باید جوانان تاجیک، جوانان با غیرت تاجیکستان، علمای تاجیکستان، دعوتگران تاجیکستان جلوی اینها رو بگیرن. در ادامه این فیلم که یکی از عزیزانمون فرستادن ببینید که اینها در گوشه از مسجد اهل سنت مشغول عزاداری هستند در اینجا. بله، این یکی از مساجد اهل سنت در مسکو بود، در منطقه‌ای که بیشتر جوانهای تاجیک رفت آمد دارن. در این مسجد می‌بینیم که گروهی از شیعه زده های تاجیک رو آوردن در این مسجد و مشغول عزاداری هستند و همه این حرکت های تفرقه افکن و جنایتکاران زیر سر همین نوکر حکومت ایران است که من امیدوارم هر جوان تاجیک که با این شخص روبرو میشه اونو طرد بکنید از بین جامعه و به حرفهای این مکار دروغگو گوش ندید که هم دین شما رو تباه میکنه و هم دنیای شما رو. تشکر میکنم از احمد جان. و خودشون این اعمال رو انجام میدن و وقتی که ما میایم حقایق رو بیان میکنیم و نشون میدیم که اینها چه جنایت هایی رو دارن به اسم دین انجام میدن در تاجیکستان، بعد آخوندهای رافیزی میان مردم رو میترسانن از وصال حق و از روشنگری هایی که ما در این شبکه انجام دادیم. من کلیپ دیگری هم بود در اینجا خدمت شما عزیزان، اگر بتونم اون رو نشون بدم که چگونه یکی از آخوندهای رافضی میاد و مردم رو میترسانه از وصال حق. کلیپ رو ببینید با هم. الحمدلله رب العالمین. ما در تاجیکستان بیننده الحمدلله خیلی زیاد داریم، حتی غالب اهل سنت تاجیکستان بیننده برنامه شبکه ولایت هستند. حتی دوستان ما همین پریشبین ها اومده بودن، یک نشستی هم داشتیم. بعضی از دوستان میگفتن اونجا در بعضی از شهرها برق نیست، شبها رفتن موتور برق گرفتن برای اینکه شبکه ولایت رو ببینن. من فقط برای عزیزان تاجیکی
یک نکته ای رو عرض خانم کنم. احمدی ما با شما خداحافظی میکنیم، خیلی متشکرم از شما. بله، به همه عزیزان تاجیکستانی من سلام میرسانم و دعاشون هم میکنم و چند تا نکته را من اینجا عرض کنم. قبلا ما مطرح کردیم، این رو یقین داشته باشید مردم عزیز تاجیک، شیعه سنی، امروز وهابیت در تاجیکستان برای شما خواب خلاصه خطرناکی دیدن. اینها تو این شبکه هاشون، مخصوصا این انصاری که به قول آقای ملازاده در پارچه فروشی ورشکست شده، سوادم نداره، شروع کرده بین شیعه و سنی و بین، برای شما عرض کنم، مردم و دولت تفرقه ایجاد کنه و این فرهنگ نحس و نجس وهابیت رو دارن اونجا ترویج میکنن. اینها میخوان برادران عزیز تاجیک کشور شما را به سوریه دوم تبدیل کنن، میخوان به عراق دوم تبدیل کنن. حرف این یا و سرایا را نخورید. همون عزیزان اهل سنتی که قبولشون دارید، چون مردم تاجیکستان همه حنفی هستن، حنفی ها اهل بیت رو دوست دارن، شیعیان اونجا که جای خود دارن، حرفهای مزخرفات و لاتائلات و چرندیات این شبکه های ماهواره‌ای شیطانی رو مثل وصال ناحق و غیره را نخورید و اینها دارن شما را به جان هم میندازن، بین شما و دولت میخوان فاصله بندازن، شما را علیه دولت تحریک کنن، به خیابانها بندازن، شما را علیه شیعیان، شیعیان را علیه سنی، سنی علیه شیعه، به بهانه توحید. کدام توحید؟ اون توحیدی که ما هفته گذشته پخش کردیم که آقا میگه خدای عالم میتونه 1000 تا خدا خلق کنه، مردشل خودت ببره با این خداشناسیت. خدا میتونه سنگی بیافریند خودش نتونه. این خدا به درد تو میخورد. و عربستان سعودی که داره امروز در یمن جنایت میآفرینه، یعنی جنایتی که امروز آل سعود و آل یهود در یمن انجام میدهند 1000 مرتبه وحشیتر از جنایات، برای شما عرض کنم، صهیونیست ها در فلسطین بوده. بله، من انشاءالله ادامه اینم پخش میکنم. ببینید این آخوندی که شما عزیزان شاهد هستید در طول 5-6 سالی که در شبکه ولایت و بقیه شبکه‌های این آخوند برنامه داشته، یک روزم در مورد ابو جهل و ابو لهب و عبدالله ابن ابی و یعنی مشرکین و کفاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه رو شکنجه کردن، اذیت کردن، صحبت نکرده. همیشه این آخوند توهین و اهانت به ام المؤمنین عایشه صدیقه، به ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین و به اصحاب گرامی پیامبر و به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم که ما بارها هم نشون دادیم، و آنچه هم که در مورد سلفیت و وهابیت به دروغ و تلبیس میاد بیان میکنه، همه افترا و دروغ و تلبیس است که ما بارها نشون دادیم. قضیه اصل المذهب و توهین ها، اهانت هایی که قبلا این آخوند کرده، این شده الان دلسوز ملت تاجیکستان که شما این شبکه ها فتنه انگیزی میکنه. این کتاب هایی که شما دارید پخش میکنید، این مراکزی که ایران داره در تاجیکستان، بخش فرهنگی سفارت ایران در تاجیکستان، این کلاس هایی که در اونجا دایر میکنه برای گمراه کردن پسران و دختران تاجیک و دانش آموزان تاجیک، و کمیته امداد خمینی که در اونجا فعالیت هایی داشت و الحمدلله که اخیراً بستن، و اینها هستن که با ایجاد یک گروه رافضی شیعه در تاجیکستان میخواهند فتنه و فساد در تاجیکستان ایجاد بکنن و با نفوذ در حکومت تاجیکستان میخواهند که با ایجاد آشوب و فتنه جنگ داخلی در تاجیکستان به راه بیاندازن. ما آنچه که گفتیم در مورد شیعه و سنی در این شبکه، دوستان شاهد هستند، بینندگان، که آنچه که گفتیم از قرآن و سنت گفتیم و همیشه دعوت به وحدت و همبستگی دادیم که توهین نکنید، اهانت نکنید به اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما با شما کاری نداریم. سالهای سال قبل از حکومت منحوس خمینی
شیعیان در کشورهای مختلف در کنار اهل سنت زندگی کردن، ارتباط داشتن با هم دیگه، شراکت داشتن، ازدواج ها صورت گرفته در بینشون، هیچ گونه عداوت دشمنی نبوده. اما از وقتی که این حکومت تأسیس شد و شیعیان رو به نامهای مختلف از کشورهای مختلف بردن در پایگاه‌های نظامی که دارن آموزش نظامی دادن، آموزش عقیدتی دادن، اینها رو فرستادن برای ایجاد تفرقه و فساد در بین مسلمانان در کشورهای مختلف. و دیدیم که در سوریه دارن چیکار میکنن، در عراق چیکار کردن، در یمن. امروز این آخوند مشرک، این آخوند دروغگو یاد میکنه که در یمن دارن جنایت میکنن. خب بیاید در یمن جنایت ها رو نشون بدید. همه مسلمانان و غیر مسلمانان دنیا امروز متفق هستند که سپاه پاسداران و حزب الله شما در سوریه تا حالا بیش از 500,000 انسان بیگناه، بیش از 50,000 کودک بیگناه رو به خاک و خون کشیدن. همه دنیا شاهد صحنه‌های قتل و کشتار شما هستند. چرا نشون نمیدید جنایاتی که ادعا میکنید در یمن صورت میگیره؟ آیا خبر دارید که امروز در شهری مثل تعز یا بعضی شهرهای دیگری که توسط همین شبه نظامیان شیعه طرفدار ایران محاصره شده، مردم دارن از گرسنگی میمیرن؟ اما ببینید که دروغ و تلبیس و خیانت تا چه حد. ثانیاً اینها خودشون رو مسلمان میدونن، اینها خودشون رو پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میدونن. امروز به جای اینکه به داد ملت تاجیکستان برسن، مشکلات تاجیکستان رو برطرف کنن، با نشر افکار شیعه‌گری و رافضه‌گری دارن در تاجیکستان بین اهل سنت و بین شیعیان و بین ملت تاجیکستان دارن تفرقه و فتنه و فساد ایجاد میکنن. اینا گفتن بابا اینا دیگه دست ما رو از پشت بستن. عزیزان تاجیکی این رو دقت کنید، اگر مشکلاتی هم شما با دولت دارید، حالا ما مبنای اینکه ورود به کارهای سیاسی کشورها را به هیچ وجه ما نداریم اصلا و ابدا، چه در داخل ایران چه خارج ایران. حالا این که پیامی هم که حضرت آیت الله رضا مکارم شیرازی دادن نسبت به رئیس جمهور محترم تاجیکستان امام علی رحمان یا امام علی رحمان اوف، که ایشون گفت این اوف رو نگید برای ما، امام علی رحمان میگید به ما. علا ای حال مشکلاتی هم دارید شما، مشکلاتتون رو دوستان خودتون بنشینید با همدیگه حل کنید. من به همه عزیزان شیعه در تاجیکستان سلام ابلاغ میکنم، از همهشون خواهش میکنم، پیشانیشون رو میبوسم، احترام اهل سنت را بیش از آنچه که به شیعه احترام میگذارن احترام میگذارن. از عزیزان اهل سنت تاجیک هم تقاضا میکنم اگر من رو به عنوان یک برادر قبول دارن، دستشون رو میفشارم، پیشانیشون رو میبوسم، نسبت به شیعه به عنوان یک برادر نگاه کنن، حرف این شبکه های وهابی را نخورند. خدایی نکرده اگر حرف اینها را، خلاصه فریب اینها را بخورید، همون جنایاتی که اینها در سوریه و عراق داشتن، همون خواب آشفته را برای شما دیدن. بله. خیلی متشکرم از توصیه و سفارش شما. انشالله بله. میگن کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. این اگر شما اینقدر دلسوز هستی، دلتون به حال ملت ایران بسوزه، به دلتون به حال گورخواب ها و کارتون خواب ها و سوراخ خواب ها و مردمی که امروز نان خوردن ندارن در بزرگ شهرهای شما، دلتون به حال اونها بسوزه، شما کاری به ملت تاجیکستان نداشته باشید. ملت تاجیکستان از خیر شما گذشتن، لطفاً شرتون رو نرسانید. و اینها با همین صحبت هاشون، با همین دروغ ها و نفاقشون در افغانستان، در پاکستان، در سوریه، در عراق، در کشورهای مختلف فتنه و فساد ایجاد کردن و حالا در تاجیکستان دارن فتنه انگیزی میکنن و اگر جلوی اینها گرفته نشه یقین داشته باشید که سرنوشت تاجیکستان خدای نکرده مانند سوریه و عراق خواهد شد.